سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیوی ما. بچه‌ها امروز اومدم چالش خیلی عجیب و غریب. شاید براتون جای سوال باشه که سعیده کجاست. بچه‌ها سعیده رو برای همیشه از چالش انداختم بیرون. دیگه راحت شدیم. شوخی کردم بچه‌ها، سعیده هست. امروز سعیده قراره که دستای اجاره‌ای من باشه. این یه سری آیتم انتخاب کردیم که بر اساس قرعه کشی اون رو انتخاب می‌کنیم و آیتم‌ها رو قراره که با هم بریم و قراره که سعیده دستای من باشه. قبل از هر چیزی چنلمون رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. اینستاگراممون رو فالو کنید، حمایتمون کنید. بریم سراغ اولین قرعه کشی که آیتم های آسون برای من بیفته، انشالله سختاش نرسه و اونو انجام ندیم. تا خوب من تنهایی صحبت میکنم، دستای منی خورده اعصاب نداره. میریم سراغ اولین آیتم. خدایا هیچ آدمی محتاج کسی نه، برعکس نمیتونم بخونم. میشه برگردونی؟ آشپزی کردن؟ نه بچه اولین آیتم اومده آشپزی کردن. قراره که من الان آشپزی کنم با این دستای اجاره‌ای. بریم که خب بچه ها ما برگشتیم با آیتم اول. قراره که امروز برای شما کیک درست کنم. قابلمه رو بیار نزدیک. آفرین. اول از همه در کیک رو باز میکنیم. یواش آها. خب به مقدار کافی اول ببینید آقا کم باید بریزی ها وگرنه گلو گلو. ماشاءالله چه کیکی بشه. کیکی بخواد بشه. نکن. خب اشتباه کنم. اول شیر و تخم مرغ بود. خب بچه ها از اونجایی که ما آیتم اولو اشتباه کردیم و اینکه دوباره برگشتیم، الان یادم اومد که کیکو چجوری درست میکنم. اول از همه تخم مرغا رو به قابلمه‌مون اضافه میکنم. نکن کثیف دیگه تو سر من نذار. چیکار میکنی؟ چه صدایی میخواد، خیلی بیشوری. تخم مرغا رو اضافه کردیم. حالا با همزن تخم مرغا رو هم میزنیم. ماشاءالله. شیر رو کم کم بهش اضافه داشت میریخ روغن ما رو به چخ میداد. باید دلم شیر خواست الان. زور نداری واقعا، چه دست بی خودی هست. بریز. خب کافی. حالا هم بزن. شیر نمیخورم. شیرش گرم بود، من نمیخورم چون ظرفیت نداری. همزن رو بردار. حالا شروع میکنی. هم بزن. بزن. آره بزن دورانی بچرخ. آره پودر رو بهش اضافه میکنی. ماشاءالله. حالا برو پایین‌تر. عالی شده کیکمون. هم بزن دیگه. کیک ما آماده میشه، میره برای پختن. روغن رو همه رو بهش اضافه میکنیم و با همزن هم میزنیم. ببین بکنم دیگه بسته نمیشنوه کلا. بسته. خب بچه ها میخواد با قاشق این کیک رو به بچه ها نشون بده که بره برای پخت. بچه ها نگاه کنید چه کیک شکلاتی خوب شد. کیکمون بره داخل تو به خدا گامی نکن. درسته دست ندارم ولی که زبون که دمید لبم میشه پاک کنی. بچه ها کیک بره برای آرایشم کیک بره برای خب بچه ها ما برگشتیم. کیک رو گذاشتیم داخل فر که بپزه. اومدیم با قرعه کشی بعدی. امیدوارم که چیز خوبی برای من بیفته چون اصلا دوست ندارم سعیده دستای من باشه. خیلی بده واقعا. امیدوارم که یه چیز خوبی باشه. مسواک زدم. من نمیخوام تو برای من مسواک بزنی. ببین اصلا واقعا راضی به زحمت نیستم که تو برای من مسواک بزنی. یک عدد مسواک، یک عدد خمیردن. بچه‌ها همیشه بهداشت دهانتون رو میگه که ساکت شو و اینکه مسواکتو بزن بچه جون. بس این همه خمیردن اسمه ببین بخورم. خدا دارم اینه افکار دهنم این بره چرا رو لبم این چیزا رو آب بذاری برو.
خدا داره حالم چرا مسواک زدن دستش اینطوری به خدا دهنم پاک خیلی آشغالی خیلی دهن منو پاک کن حالم داره از این وضعیت به هم میخوره واقعا خیلی بده آقا دهن منو پاک کن خیلی دهنم پاک کن خواهش میکنم من چه گناهی کردم با این چالش ها رو میرم ببین واقعا خیلی حالم ازت به هم میخوره ببین یعنی اگه این چالش رو یه دستمال بهم بده چه آدمیه یه دستمال خواهش میکنم یه دستمال بهم بده لبمو پاک کن حالم به هم میخوره بریم سراغ آیتم بعدی اگه منو دوست داری من دیگه نمیتونم این دستای سعیده رو تحمل کنم تو منو آرایش کنی من نمیتونم تو با این دستا منو آرایش کنی داریم ما وسط آرایش نداریم این همه آفرین مرسی بابا میشه موهامو درست کنی واقعا مرسی چه خوشمل ماسمل سادم خیلی حس مزخرفیه که یه اسکول میخواد آرایشت کنه خب با این فکر کنم میخواد برام رژگونه بزنه درست فکر کنم سایه است داره اشتباه آروم با لطافت باش رفتار کنی آره همینطوری درست بود بیاین آها عالیه درسته چیکار می‌کنی این پالا ناموسن درست بزن خواهش می‌کنم این سعید خیلی آشغالی خیلی چیکار می‌کنی اینو عمرم بتونی بزنی نمیتونی فکر کنم داری اشتباه می‌زنی درست میکنم خیلی خفن شدم بچه‌ها چطورم 4 تا شات ازم بگیرین فکر کنم آیتم آخرمون همون خوردن کیکمونه که منتظریم کیکمون آماده بشه کیکمون رو بخوریم بریم تا آیتم آخر ما برگشتیم با کیک خوشمزه ما بچه اصلا فکر نمی‌کردم همچین کیک خوبی در بیاد تزیین رو فقط ببینین آشپز که 2 تا باشه غذا این میشه اول کیک رو برش میدیم و میخوریم امیدوارم که مزهش همینطوری مثل قیافش خوشمزه بشه من گفتم کیک من نوشابه نمیخورم کیک میخوام کلا یه ذره نافرمانه خدایا هیچ دست نافرمانی رو نصیب کسی نکن دستتو نزن بهش یه ذره نکن دستتو تو دماغم چرا میکنی شروع کیکو میخوام بخورم مثل آدم تو رو خدا با دیگه اسمارتس انداخت نوشابه یکی که بده من دلم رفت این کیک شکلاتی رو امتحان کنم وای فکر کنم خیلی خوشم عالیه حتی واقعا عالیه یکم نوشابه تمام دستشو باید بکنم تو نخوردم یکم بده بخورم یه ذره بخواه گنو میگم یه ذره بده بخورم نمیخورم دوست ندارم آقا تو برعکس میگیری خوردم خیلی خب بچه ها بس دیگه نمیخورم بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیوی ما رو تماشا کردین حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید لایک کنید کامنت بذارید اگه این چالش رو دوست داشتین چی میگی چنلمون رو سابسکرایب اینستاگراممون رو فالو کنین خیلی حواسش جمع خوشم خیلی دوستتون داریم زیاد تا ویدیوی بعدی خدافظ